ادیب و دراماتورگ معروف و وزیر سابق فرهنگ تاجیکستان نور تبر یا نور محمد تبارов شب 14 آگوست سال 2022 در سن 81 از عالم چشم پوشید. در این باره در فیسبوک دختر او دلبر تبارova خبر داد. او درباره علت مرگ پدرش چیزی نگفته است، ولی نزدیکان دیگر نور تبارov به پایگاه خبری بامداد گفتند که استاد نور تبر چند وقت باز بیمار بود. مراسم وداع و نماز جنازه نور تبر قرار است روز دوشنبه 15 آگوست دایر شود. ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان خبر داد که مراسم وداع با نور تبر صبح 15 آگوست در نزد خانه مرحوم در پس چایخانه راحت دایر می شود. نور محمد تبارov 15 ایول سال 1941 در دهه غش نویه اورجیک نزاباد به دنیا آمده. سال 1962 رشته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان و سال 1970 شعبه روزنامه‌نگاری مکتب عالی حزبی مسکو را ختم کرده است. نور محمد تبارov سالهای طولانی در عرصه مطبوعات کار کرده، از جمله در روزنامه کمسمال تاجیکستان از خادم ادبی تا به مقام معاون سرمحرر رسید. او همچنین باعث خبرنگار مخصوص روزنامه کمسمولسکای پراودا در تاجیکستان، محرر روزنامه کمسمول تاجیکستان، محرر روزنامه تاجیکستان سوویتی کار کرده. در نیمه دوم سالهای 80 به مقام بلند مدیر شعبه فرهنگ کمیته مرکز حزب کمونیستی تاجیکستان و وزیر فرهنگ تاجیکستان رسید. بعد این او در نشریه‌های سخن و نوید بازرگان و مجله‌های فرهنگ تاجیکستان و پامیر کار کرد. نور محمد تبارov سال 1987 تا 1990 وکیل شورای عالی پارلمان وقت تاجیکستان انتخاب شده. از سال 1983 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. نور تبر مؤلف بیش از 15 مجموعه حکایه و نمایشنامه و عاشق مقاله هاست. از او کتاب‌های راه‌های دور و نزدیک، این بهار چه می‌آورد، دریای نور، در چارسو به یادگار ماندند.